در روز عید عالم میخیزه، مخلوق جمع شده، چند مسجد جمع شده، میگه مردمه شما امام ابو حنیفه رحمه الله را نمیشناسید؟ بشناسی امام ابو حنیفه رحمه الله را. در پیش دروازه‌وان کعبه رفت، برش گفت که بر دروازه را اعلام کن که من نماز میخوانم. حضرت امام صاحب آخرین حجشان است، وقتی که به کعبه مبارک رفتن از خلیفه کعبه اجازه خواستن که ما داخل کعبه یک بار اگر درویم چطور میشه. خب اونا خیلی احترام داشت به حضرت امام اعظم، گفت شما داخل شوید. حضرت امام اعظم صاحب داخل دروازه کعبه، یعنی در درون چهار دیواری کعبه میدارن که در اونجا هر کس در آمدن نمیتونه، به اجازه نیست غیر از پادشاهان، چون امام اعظم پادشاهی باطن است. داخل کعبه مبارک میداره و دست مبارک برن، گفت الهی یک بنده روسیا به دروازه تو آمده، در درون خانه بلاکیف تو ایستاده است، تو را شناخته است که لا اله الا الله، اما به تو درست عبادت نکرده است. این گناهگار و بیچاره را الهی بی ایمان نگردانی، الهی شرمنده نگردانی. همینطور مناجات کرده میرفت که یک آواز از درون کعبه پیدا شد که ای امام مسلمان ها، تو را بخشیدم، نه تنها تو را بخشیدم بلکه همه پیروان تو که تا روز قیامت بیاین اگر راه تو را تعقیب میکنن بخشیدم. در بین کعبه نماز خواندن و بیرون کعبه نماز خواندن چی مزیتی داره؟ توجه به الله است. کعبه یک جهت است. جناب محترم در روز عید میگه امام ابو حنیفه رحمه الله اجازه گرفت، داخل کعبه شد، قرآن کریم مکمل ختم کرد. خود چی رقم ختم کرد؟ 15 سپاره را خواند، یک پای خود بالا گرفته بود، 15 سپاره دیگه پای. امام اعظم صاحب وفاتشون نزدیک وفاتشون بود، در حج آخرین بسیار از کردگی مبارک داخل خانه کعبه اجازه خواست که من داخل خانه کعبه میدارم، چون عالم شهید جهان اسلام بود، عربا اجازه برشان دادن. داخل خانه کعبه شد، 15 پاره قرآن سر یک پای مبارک تلاوت میکنه و 15 پاره دیگر هم بالای پای دیگر با دست مبارک بالا کرد، گفت الهی عبادت تو رو نکردیم، عبادتی که تو میخوایی او را نکردیم، اما تو را میشناسم که یکتا هستی و محمد پیغمبری بر حق تو را شناختم، اما درست عبادت نکردیم. بسیار فغان کرد، از کنج خانه کعبه آتش غیبی صدا داد که ای امام المسلمین، ای امام مسلمانا، تو را و ملت تو را بخشیدم اگر راهی تو را تعقیب میکنن. و شما در مذهب کی هستیم؟ امام اعظم صوفی کوفی رحمت. پیغمبر میتونه نماز خوانده؟ ما خود از زندانا که ما را جزا داد به می رقم جزا داد، گاهی یک پای ما را بالا میگرفت، باز گاهی دیگه پای ما را سر ما بالا میکرد. ببینی امکان داره کل قرآن کریم در یک شب بله انسان خوانده میتونه، او رکوع، او سجده، او دعاها که امام ابو حنیفه رحمه الله دور و دراز میکرد میتونه کل قرآن در یک شب بخونه، باز 15 سپاره را تو پای تا بالا بگی چند ساعت میشه؟ قوتی باشه، قوتی باشه. بعد از او آواز هاتفی شده، هاتف آواز میگه یعنی آواز غیبی شده که برو ابو حنیفه رحمه الله گفت که بعد از خلاص کرده نماز گفت که یا الله ما عبادت تو را که ما حقو نکردیم. آواز شد که برو تو و کسی که پیروانی توست مکمل بخشیده. وقت چرا عمل میکنه مردم؟ برادرای احنافی ما عمل نکنه بعد بره خود به خود بخشیده شده است. عجیب نیست. اینی علماست، اینی مردمی است که امام است، پشت سرش مردم اقتدا میکنه، چیزایی بیان میکرد که عقل انسان نمیپذیرفت. بسیار تعجب کردم. یا الله، این مردم امروز آمده که چیزی بگیره، از یه عالم چیزی بشنوه، مسائل روز حالت فعلی مسلمانان را تحلیل کنه، به مردم چیزی بده، اما چیزی گفته میشه که حتی در دین وجود نداره. بگه بول رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرون رفت کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک جای بول کرد. یک کسی ام ایمن نام داشت. رسول خدا که دوباره میآید صلی الله علیه و سلم، ام ایمن برآمد، پرسید که جناب رسول الله به کجا بول کرده. سبحان الله بگوین برادران عزیز. بالاخره از بویش یاد، بوی عطر میداد بول رسول الله علیه السلام. عطر جناب رسول خدا را بوی کرد و نوش جان کرد. دوباره آمد گفت که یا رسول الله صلی الله، گفت کجا بودی؟ گفت که بول معطر شما را نوش جان کردم.
بدون حدیث مستندی که سنن دارقطنی روایت میکنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی کردن که خب دیگه کسی که به شکم او عطر ما بخورد، بول ما برود، شکم او هرگز گرسنه نمیگردد. بولی که در بیرون شود در دشت اون نوشیده میشه، او باقی میمونه، رو خوی زمین جذب میکنه. مقصدش مواد غایت است. نعوذ بالله، نعوذ بالله. در یک حدیث صحیح کسی ثابت بکنه که مواد غایتی پیغمبر علیه السلام کسی خورده باشه، نعوذ بالله. دعوت به این میده که مردم مواد غایتی پیغمبر علیه السلام خواست دنیا رحلت کرده. او جناب پیر صاحب میگه که از مرا نعوذ بالله